کجاست؟ ای وای 10 دقیقه دیرم شد. آره بابا انقدر تو مهمونی خوردم دیگه داشتم بالا می آوردم. ببین دیروز 3 ساعت تو گوشی بودم، هیچ کدوم از برنامه ها هم بهشون عمل نکردم. خب این از اینجاش هم که سوالشو نوشتم. کیف قرمز حالا کجاست که پارسال خریده بودم؟ سلام، من عارفم و میخوام بهت بگم اگر این موقعیت رو درک کردی و همشون روزمره برات پیش میان، احتمالا تو ADHD داری. من روانشناس نیستم، اما از روانشناسی بزرگی برای ساختن این ویدیو کمک گرفتم. اندرو هیبرمن یه یوتیوبر و عصب شناس آمریکاییه که یوتیوب چنلش بیش از 5 میلیون سابسکرایبر داره. یکی از ویدیوهاش که راجع به تمرکز و ADHD بود و من اومدم خلاصه کردم براتون و همراه دانش خودم از کتابا تلفیق کردم تا بتونم این ویدیو رو بسازم. توی این ویدیو میخوایم بفهمیم افرادی که ADHD دارن چه ویژگی هایی دارن، چرا اون ویژگی ها رو دارن و چجوری میتونن تمرکزشون رو ببرن بالا تا توی درس خوندن، کار کردن و زندگی روزمره کمتر به مشکل بخورن. بذاریم با یه مثال شروع کنیم. فرض کنین 2 نفر روی یه دسک دارن درس میخونن. یه نفرشون آدم نرماله و اون یکی ADHD داره. آدمی که نرماله برای خودش تعیین کرده که 2 ساعت درس بخونه. توی اون 2 ساعت هم کامل توجهش رو میده به درس خوندن و بعد از اون 2 ساعت میره مثلا چای میخوره یا میخوابه. حالا آدمی که ADHD داره توی اون 2 ساعت فکرش به همه چیز درگیر میشه الا اون درسه. اول به خودش میاد میگه روی این میزم یه خورده قهوه ریخته، برم یه دستمال بیارم از آشپزخونه تمیزش کنم. میره آشپزخونه میگه که چقدر گشنمه، یه چیزی بخورم. در یخچال باز میکنه میبینه که بطری آب خالیه، بطری آبو پر میکنه. یهوی بغل سینک میبینه که اسکاچ همینجوری ولو افتاده کف سینک و همه جا کفی شده. سینکو میشوره. یهوی میبینه بغل سینک گازه و زیر غذا روشنه و داره میسوزه. خاموش میکنه گازو، ظرفو میشوره. و حدس بزن چی؟ نه درس خوند، نه آب خورد، نه غذا خورد، هیچ کاری نکرد و از این کار به کار بعدی پرش داشت. در حقیقت به زبان ساده آدمایی که ADHD دارن تمرکز براشون سخت‌تر از آدمای نرماله. یا حتی به یه زبان دیگه شاید زیادی تمرکز و دقتشون بالاه، چون با کوچکترین اتفاقی که میفته ذهنشون درگیر میشه و دلشون میخواد هی به چیزای جدید توجه کنن. از قدیمی ها خسته میشن و هی دنبال چالش و چیزای جدیدن توی زندگی، توی روزمره، توی همون درس خوندنه. حالا چرا؟ چون سطح دوپامین این افراد بسیار کمه. بذارین یه خورده بریم عقب که اصلا بفهمیم دوپامین یعنی چی. دوپامین مثل یه رهبر ارکستره توی بدن ما. اگر این رهبر درست کار نکنه به هورمونای دیگه نمیتونه دستور درست بده که اونا هم کارشونو خوب اجرا کنن. دوپامین همون انرژی خوبیه که ما بعد از ورزش دریافتش میکنیم. دوپامین انگار یه پاداش برای ماست. دوپامین بعد از انجام دادن یه چالش به بدن ما تزریق میشه. اون هورمون توی بدن ما پخش میشه. یه آدم نرمال روز اول میره ورزش میکنه، سختشه ها، اما یه مقدار دوپامین و پاداش دریافت میکنه از درون بدنش و روز بعدی هم میخواد بره باشگاه و هی معتاد باشگاه میشه. اوکی؟ اما کسی که ADHD داره دنبال چالش جدیده، هی میخواد بره کار بعدی، میگه که نه این ورزش خوشم نیومد، میره ورزش بعدی و هیچ کدومو ادامه نمیده. چون دوپامین توی بدنش کمه، دنبال چالش جدیدتر و جدیدتر و جدیدتر و جدیدتره و کار تکراری انجام دادن براش مثل جهنمه، چون هیچ دوپامینی از انجام اون کار دریافت نمیکنه و هیچ شوقی برای انجام دادن اون کار تکراری نداره، در صورتی که آدم نرمال همون کار تکراری رو انجام میده اما روزانه مقدار دوپامینی هم دریافت میکنه که روز بعدش هم بتونه باشه بره باشگاه. و حالا نکته جالب اینجاست که افرادی که ADHD دارن با یه سری از عادات تغذیه‌ای میخوان به طور دیفالت این دوپامین رو بیارن بالا. خب برای همینه کسایی که ADHD دارن میل به شکر و قندشون زیاده، چون وقتی شکر میخوری دوپامین بدنت میره بالا، یا وقتی قهوه میخوری دوپامین بدنت میره بالا. چون دوپامین توی بدن اینطور افراد کم ترشح میشه، انگار اصلا هوس شیرینی بیشتر میکنن و دلشون میخواد مدام شیرینی بخورن و برای همینه که یهویی میان به خودشون میبینن چقدر غذا خوردن و اصلا نفهمیدن. و چون آدمای ADHD
دوپامین بدنشون کمه، دوست دارن این دوپامینو، هی میره ریلیز بعدی، هی جدیدتر، هی اطلاعات بیشتر. آره معلومه که ریلز دیدن دوست دارن، معلومه که اکسپلور دوست دارن، چون هر 5 ثانیه یه اطلاعات جدید میاد توی مغزشون، یه چالش جدید. حالا برای اینکه ضربه نبینن و از راه درست دوپامین بدنشون رو ببرن بالا، باید چیکار انجام بدن؟ باید از دوپامینای سالم استفاده کنن و اون کار به خصوص رو با فعالیت مورد علاقهشون ترکیب کنن. چرا؟ الان بهتون میگم چرا شد. چون آدمای ADHD هایپر فوکس هم دارن، یعنی یه پارادوکس خیلی بامزه‌ایه. هم تمرکزشون انگار خیلی پایینه، اما گاهی اوقات هم هایپر فوکس دارن، یعنی تمرکزی که از آدم‌های نرمال بیشتره، به شدت قویه این تمرکز. و آدمای ADHD وقتی به چیزی علاقه داشته باشن میرن تو حالت هایپر فوکس و از آدمای نرمال یه پله میرن بالاتر، یه پله تمرکزشون قوی تر میشه. و حالا اگر توی که ADHD داری بیای کار مورد علاقه تو که مثلا آهنگ گوش دادنه یا کتاب خوندنه رو با مثلا زیر نور خورشید بودن که به دوپامین سالم میده رو با هم تلفیق کنی، هم دوپامین مثبتی دریافت میکنی، هم تمرکزت میره بالاتر. بیایم برای ادامه صحبتمون بریم سراغ یه آزمایش خیلی بامزه. اومدن یه سری از بچه‌ها رو که ADHD داشتن رو نشوندن روی صندلی، بهشون یه صفحه رنگی رنگی نشون دادن که توش پر کرکتر بود. خب 2-3 ثانیه یه کرکتر رو بهشون نشون میدادن و بعد اون کرکتر رو میبردن کنار، میگفتن اون کرکتر اولیه رو توی این تصویر بزرگ پیدا کن. اونا میگردن چون کار چالنجیه براشون، هایپر فوکسشون فعال میشه، میگردن و پیدا میکنن اون کرکتر رو. اما یه چیزی این وسط وجود داره. کسی که به عنوان راهنما کنارشون نشسته بهشون میگه که ببین، غیر از اون یه دونه کرکتری که تو پیدا کردی، یه چند تا کرکتر دیگه هم دقیقاً شبیه همون اولیه دور و برش بودن، اما تو بهشون توجهی نکردی. و این آزمایش اسمش هست attention blink. blink یعنی پلک زدن. یعنی اگر آدم‌های ADHD به یه موفقیتی برسن و یه دوپامینی توی بدنشون ترشح بشه، مثل همون پیدا کردن کرکتره، اتنشنشون، توجهشون پلک میزنه و دیگه نمیتونن گزینه‌های دیگه رو ببینن، نمیتونن کارهای بیشتری رو انجام بدن. برای همینه که تو ممکنه صبح بلند شی یه کار مثبت انجام بدی، دوپامینت بره بالا، مثلا ورزشتو بکنی، اما بعد از اون ورزش کردنه دیگه نتونی هیچ کار مفید دیگه انجام بدی، چون تو دچار اتنشن بلینک شدی، چون اتنشنت پلک زده، کار مثبت انجام دادی، دوپامینشو دریافت کردی، حالا دیگه نمیتونی به هیچ چیز دیگه ای توجه کنی. حالا ما چیکار کنیم که این اتنشن بلینکه توی زندگی روزمره‌مون کمتر پیش بیاد و بتونیم کاری که شروع کردیم رو تموم کنیم، ازش خسته نشیم و بتونیم بعد از دریافت اولین دوپامین هی دوپامینای بیشتری هم دریافت کنیم، بتونیم به وجه‌های دیگه زندگیمون هم توجه کنیم. یه تمرین خیلی جالب وجود داره که این تمرین فیزیکیه اما روی منتال و مغز شما تاثیر بالایی داره. بهش میگن تمرین پانورامیک ویژن. ما این ویژن معمولی داریم، یعنی یه دید معمولی داریم که مثلا من به این گلدون دارم توجه میکنم و مثلا دارم میبینم که برگه زردش کدومن. خب این شمعی که کنارمه، اون دیواری که کنارمه رو نمیبینم. اما یه حالتی هم داریم که بهش میگیم پانورامیک ویژن، یعنی دید پانورامیک. مثلا من الان دارم این شمع رو نگاه میکنم اما فقط تمرکزم روی این شمع نیست، دارم دور و برش یه تیکه گیاه، یه تیکه مثلا نور رینگ لایت و شوفاژ و دیوارم میبینم. خب توی یه خط افقی این شکلی ما باید بتونیم پانورامیک ویژن خودمون رو ببریم بالا. یعنی باید برای خودت تمرین بذاری روزانه و 5 دقیقه پانورامیک ویژن رو تمرین کنی، یعنی روی یه خط صاف بتونی همه چیزو ببینی و فقط اتنشنت گیر نشه به یه چیزی. مسئله بعدی که میخوام بهش اشاره کنم It's insane، خیلی دیوانه کننده است، خیلی جالبه. میخوام بهتون بگم بین پلک زدن آدما و درکشون از زمان یه ارتباط کاملا مستقیمی وجود داره. برای اینکه درک این قضیه برامون راحت تر باشه، بیایم با هم دیگه یه آزمایش انجام بدیم. بیایم با هم دیگه تون پلک بزنیم. اوکی؟ پلک زدی تون؟ حس نکردی زمان داره سریع میگذره و انگاری که دنبالت کرده؟
قاعدتاً همچین حسی داشتی. حالا بیا آروم پلک بزنیم و روی پلک زدنمون آگاه باشیم. سه تا پلک زدم من. اوکی؟ الان انگار همه چیز در آرامشه. انگار الان داره همه چیز دیر میگذره. حالا همین شکلی نظر تو بهم بگو که توی حالت اول تمرکز برات راحت تره یا توی حالت دوم. قاعدتا توی حالت دوم، چون توی حالت اول ما اسم میگیریم دنیا داره تموم میشه و زمان داره سریع میگذره. پس نتیجه میگیریم که آروم آروم پلک زدن و آگاه بودن بر روی پلک زدن هامون میتونه تمرکزمون رو ببره بالا و یه آزمایش هم هست که اینو واقعا تایید میکنه. یه سری بچه نوجوان رو بردن بهشون فعالیت ورزشی دادن، بعد گفتن آقا جان بشین. یه تصویر بهشون هم دادن موقع نشستن، گفتن هم باید به این تصویر دقت کنی، هم ببینی که داری چند بار پلک میزنی، یعنی راحت پلک بزن، کنترلش نکن، اما حواست باشه که داری چند بار پلک میزنی. بعد از 2-3 دقیقه انجام دادن این کارا متوجه شدن که جداً سطح تمرکز آدم‌ها رفته بالاتر. پس ما هم میتونیم از این تمرین استفاده کنیم. اگر خواستی کار مهمی انجام بدی و نیاز به تمرکز بالایی داشتی، 10 دقیقه حرکت ورزشی کشیدن انجام بده، بعد تمرکز کن روی یه جسم روبروت و همزمان تمرکز کن روی اینکه داری چند تا پلک میزنی. حالا یه تمرین دیگه هم هست که بهش میگن مدیتیشن 17 دقیقه‌ای احساسات پنجگانه. خب یعنی شما اگر هفته‌ای حتی 17 دقیقه این مدیتیشن رو انجام بدین، تأثیرشو توی ماه‌های بعد به طور واضح می‌بینید. این مدیتیشن به این صورت انجام میشه که شما 17 دقیقه روی هر 5 تا حواس پنجگانه‌تون متمرکز میشین. خب یعنی می‌بینین که دارین چی رو الان می‌بینین؟ توجه می‌کنین که چه صدایی میاد؟ توجه می‌کنین که دارین چی رو لمس می‌کنین؟ توجه می‌کنین که زیر زبونتون چه حسی رو دارین تجربه می‌کنین؟ و دارین چه بویی رو استشمام می‌کنین؟ 17 دقیقه اگر هفته این مدیتیشن رو انجام بدین، کلی روی تمرکزتون تاثیر مثبت داره. حالا بیا با هم دیگه بریم سراغ آخرین نکته که ما بهش میگیم تمرکز الکلنگی. آدمای نرمال توی زندگیشون یه حالت دیفالت دارن، یا حالتی دارن که براشون چالش تره و باید تمرکز بیشتری روش به خرج بدن. حالت دیفالت مثل اینکه مثلا آب میخوری، غذا میخوری، نفس میکشی. اما یه سری اوقات توی زندگی ما نیاز به تمرکز داریم. مثلا میخوایم یه مقاله ارائه بدیم، قاعدتا باید حواسمون به مقاله باشه که یه کلمه رو اشتباهی تلفظش رو نگیم دیگه. نیاز به تمرکز داریم. خب و برای انسان‌های نرمال این دو حالت مثل الکلنگ میمونه، یعنی یهویی که تمرکزشون میره بالا، این دیفالت مودشون میاد پایین، یا وقتی که این دیفالت مودشون بالاست، مثلا دارن صبحونه میخورن، دیگه تمرکز خاصی رو صبحونه خوردن ندارن. اما آدمای ADHD این الکلنگه براشون زیاد درست کار نمیکنه. یعنی الان نمیدونن حالت دیفالتن، حالت اون تمرکز و چالنجینگ بودن زندگی، نمیدونن کجای این الکلنگه. برای همینه که هی دلشون چالش بیشتر توی زندگی میخواد که بالاخره متوجه شن آقا این الکلنگه داره بالا پایین میشه واقعا. خب این مثلا چالنجش خورده بره بالا که من متوجه بشم اصلا این الکلنگه داره تو ذهن من کار میکنه. و دقیقاً به خاطر همین علته که ما به آدمایی که نقص تمرکز و توجه دارن میگیم که روی فعالیت دیفالتشون مثل همین نفس کشیدن و پلک زدن تمرکز کنن که این الکلنگه یک کوچولو بهتر بتونه کار کنه. این بود از ویدیو امروز. میدونم که قدرش رو میدونین، براش خیلی زحمت کشیده شده. اگر براتون مفید بودش اد استوریش کنید، لایکش کنید، کامنت بذارید و حتما توی کامنت بهم بگین که آیا دوست دارین یه مدیتیشن ضبط کنم برای افزایش تمرکز که شما قبل از مثلا درس خوندن یا کار کردن بهش گوش بدین و تمرکزتون رو یه پله بیارین بالاتر. همین تا ویدیو بعدی، فعلا.